این شب قدر چی ویژگی داره؟ سبحان الله. قرآن چی اشاره میکنه؟ تنزل الملائکة والروح. در این شب ملائکه میآیه، در این شب ملائکه خدا از آسمان به زمین میآیه. سبحان الله. ملائکه میآیه. کدام ملائکه میآید؟ امام فخر الدین رازی رحمه الله در تفسیر کبیرش نکته بسیار ظریفی داره در تحت ای آیه مبارکه. ملائکه میآیه، روح یعنی جبرائیل امین با ملائکه خدا از آسمان به زمین میآیه. ملائکه میآیه. کدام ملائکه میآیه؟ اینجا قرآن بیان نکرده که کدام ملائکه میآیه. این مفسر بزرگ میگه تمام ملائکه آسمان به زمین خدا می آید. تمام ملائکه خدا از آسمان به زمین می آید. شاید سوال به ذهن انسان بیایه، در حدیث مبارکه که آسمان به این همه عظمت و بزرگی که زمین به پیش این آسمان به اندازه یک انگشتر کوچکی که داخل یک دشت بزرگ بندازیم هست، پیامبر می فرماید در آسمان به اندازه یک وجب فراخی وجود نداره که ملائکه در او الله را عبادت نکند. پر آسمان، آسمان با همه عظمت و بزرگی، ملائکه خدا آنقدر زیاد هستند که آسمان بزرگ را پر کردن، آنها که به زمین جا نمیشوند بیاین. مفسر بزرگ جواب میده، میگه تنزل صیغه مضارع هست، فعل هست، فعل دال بر تجدد و حدوث هست. ملائکه یک بارگی از آسمان به زمین نمی آیه، گروهی از ملائکه از آسمان به زمین می آیه و زمین خدا را مملو می شود از ملائکه. با این ملائکه می روند، با ملائکه دیگر می آیند. هر مرتبه‌ای که می آیند زمین خدا پر از ملائکه می شود. باز ملائکه میره، باز گروهی دیگر میآیند زمین را پر میکنند، بازی گروه میروند، با گروهی دیگر میآیند. به خاطر کی میآیند؟ به خاطر امت محمد رسول الله. جبرائیل اون ملک مقرب درگاه رب، او به خاطر تو از آسمان به زمین میآید. سبحان الله. مقام انسان ولقد کرمنا بنی آدم را بنگر، تو به جایی میرسی که ملائکه به دیدار تو میآیه. خدایا باور نکردنیه. آیا جبرائیل میآیه؟ جبرائیل که امینه، جبرائیل که حامل کلام تو بوده، جبرائیل که میآمد به کنار پیامبر، به کنار انبیای گذشته میآمد. آیا جبرائیل به خاطر من بنده عاصی و خاطی و گناهکار می آیه؟ بلقد کرمنا بنی آدم. خدایی که عزت میده، خدایی که مقام و منزلت میده، خدایی که جایگاه تو را آنقدر بالا میبره، آنقدر بالا میبره که جبرائیل به دیدار تو می آید. از این بالاتر چی باشه؟ تو چقدر مقام و ارزش داری خواهر به برادر مسلمان. جبرائیل میآید با تو مصافحه میکنه، با تو دست میدهد و تو را به آغوش میگیره. این جبرائیل میآید. یک لحظه فکر کن که جبرائیل از آسمان به زمین میآید. ملائکه مقرب، ملائکه مطهر، ملائکه معصوم از آسمان به زمین میآید. سبحان الله. تنزل الملائکة والروح فیها. در شب قدر میآید تا نماز تو، عبادت تو نگاه بکنند. و نکته جالبی امام فخر الدین رازی رحمه الله در تفسیر کبیرش ذکر کرده تحت همین آیه مبارکه. میگه قرآن چی اشاره میکنه؟ تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم. به اجازه پروردگار میآیند. یعنی چی؟ یعنی اولا خدا اونها رو نمیگه شما بریم که اینها مایل نباشن با ما، ملائکه محبت با ما نداشته باشن که بیاین، خدا برایشان امر بده. چنین میگه نیه. مفسر بزرگ میگه ملائکه پیشنهاد میکنه به پروردگار عالمیان، به کلمه اذن ربهم تمرکز بکنید. ملائکه پیشنهاد میکنه، جبرائیل هم پیشنهاد میکنه،
میگه ای الله ما را اجازه بده که بریم به دیدار امت حبیب تو بریم. ای الله ما را اجازه بدیم که بریم عبادت بندگان تو نگاه بکنیم. خدا میگه اذن ربهم، اجازه میده برایشان، یعنی امر نمیکنه پروردگار عالم، خود ملائکه مشتاق من و تو هستند. سبحان الله. این بنی آدم به کجا میرسه که ملائکه عاشق جمال بنی آدم میشود؟ این ملائکه ای با این همه عظمت و بزرگواری عاشق دیدار من و توست. باور میکنی چی جایگاهی داری؟ جبرائیل عاشق تو میشود، تو قدر خود را نمیدانی. جبرائیل ملک مقرب خدا عاشق ماست. اینا به برکت کیه؟ به برکت سرور و سالار انبیا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اجماعاً صلوات کتاب به مدینه پیامبر برسه. یا رسول الله تو چقدر مقام و ارزشی داشتی که به خاطر تو ما هم عزیز خدا گشتیم، به خاطر تو ما هم مقرب درگاه دوست گشتیم. خدا چقدر برای تو عزت داده خواهر مسلمان به برادر مسلمان. ملائکه میآیه به دیدار تو، تو نرو به دیدار ملائکه، بگذار که جبرائیل بیایه، بگذار که مقام تو انقدر بلند بشه که فرشتگان مقرب درگاه خدا بیایه. نکته عارفانه بیان میکنه. تفسیر فخرالدین رو بردارید پیش علما ببرید که از اسرار قرآن برای شما بیان بکنن. امام فخرالدین رازی چی میگه در تفسیر کبیرش؟ همین امام فخرالدین رازی که در بطن هرات ما و شما دفن هست، ولی ثروت بی نهایت عظیم و بزرگ است برای ما. این میگه ملائکه در بین خود چی میگویند؟ سبحان الله. دقت کنید عزیزان من، سبحان الله. من ارجاع میدم شما را به تفسیر فخرالدین رازی. خیلی گپ بالا و بلند است، خیلی دقیق و باریک و لطیف و باریک عارفانه سخن زده. فخرالدین میفرمایه قدس الله سره العزیز که میگه ملائکه در بین خود گفتگو میکنن، میگه بریم ما و شما با هم دیگر صدای داریم، بریم صدای بهترتر از صدای خود را در زمین خدا بشنویم. این صدایی که بهتر از صدای ملائکه، کدام صدایی که ملائکه عاشق اون صدا میشوند، از آسمان به زمین به خاطر او صدا میآیند. فخرالدین رازی چی میگه؟ میگه اون ناله عاصی و گناهکار در دل شب وقتی قطرات اشکش میریزد به درگاه الله صدای خود را بالا میکنه، ملائکه میگه ما عاشق صدای گناهکار هستیم. سبحان الله. این چقدر مقام و منزلتیه. یک گناهکار به نزد خدا در این شب چقدر عزیز میشود که صدایش ملائکه را مجذوب میسازه، صدایش ملائکه را از آسمان به زمین میاره. صدای گناهکار عاصی در دل شب وقتی دست خود را به حضور رب بالا میکنه، ملائکه را از آسمان به زمین میاره. من دیگه چی بگم؟ شما خود شما فکر کنید. عاصی عزیز میشه، گناهکار عزیز خدا میشه و در شب قدر. کسی که گناه و معصیت کرده شب قدر به حضور خدا گریه میکنه به درگاه الله، ای الله ببخش، ای الله در ماه رمضان به درگاه تو آمدم، ای الله در ماه رمضان، ماهی که دعا را استجابت میکنی، به درگاه تو آمدم. این صدای تو به درگاه خدا آنقدر عزیز میشود که جبرائیل میآید صدای گناهکار بنده خدا و امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را گوش بده. مناجات به درگاه الله این اندازه مهم و با ارزش است عزیزان من.